برنامه خبری 20 март رو مستقیما از سری مرکزی رادیو ازودی تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتون می شود. نورسултон Назарбоев از مقام رئیس جمهوری قزاقستان کنار رفت. بعضی تحلیلگران استعفای نظربایف را از پیش تحریزی شده می دانند. 30 سالش به جای رسیده است. الکی درک می کند که وای نمیتواند که یک عمر سر قدرت باشد. فوراً آزاد کنید. 9 سازمان حامی حقوق خواستار رهایی به قید و شرط محمدعلی حیت از زندان شدند. و فولگیری نوروزی دهقانان توجیک از قبل معین میکنند که کدام نوع غله‌دانه در این سال حاصل فراوان خواهد داد. انا سبزی همین قدر دلیل است. انا که این سال سال خوب آمده است. روز چهارشنبه قاسم جمعه توکایف به عنوان اجرا کننده مقام پرزیدنت قزاقستان سوگند یاد کرد. او یکی از شریکان نزدیک نورسултон Назарбоев رئیس جمهوری سابق قزاقستان است. نظرباев که 30 سال زمام قدرت را در دست داشت، روز 19 مارت غیر انتظار اعلام کرد که از مقامش کنار می رود. نظرباев با وجود ترک مقام رئیس جمهوری به عنوان پیشوای ملت باقی می ماند. طوری به نظر می رسد ساکنان الماتا اظهارات دیروزه نظرباев را آرامانه قبول کردند. با یک تعبیر در قزاقستان مرحله تاریخی به پایان رسید. رئیس جمهور نورسултон Назарбоев که از سال 1992 قدرت را در دست داشت، روز 19 مارت اعلان کرد که به استعفا می رود. عین زمان او رئیس شورای امنیت قزاقستان و رهبر حزب نورآتن خواهد ماند. این خبر در بین ساکنان الماتا هیاهویی را برپا نکرد. سیاستمدار نورشی اسکر میگوید این تصمیم رئیس جمهور بعضی ها را ناراحت و بعضی دیگر را خرسند کرده است. در این مرحله برای قزاقستان مهم است ثبات را در جامعه حفظ کند و به ناآرامی ها راه ندهد. مهم است که نبردهای داخلی به جامعه کشیده نشود. برای تیمور، رهبر ایجادی آژانس رکلاموی، قرار پرزیدنت غیر انتظار بود. بسیار ناگهانی و غیر انتظار بود، ولی به نظرم همه چیز باید با آرامی بگذرد. برای یاروسلاو کاندراتیف که کارگزار است، انتخاب روز و وقت اعلان استعفا حیرت آور بوده است. دقیق ترش این یک تشبوس خوبی مبلغان پرزیدنت است، زیرا این سنه خوب در خاطر میماند. 19 مارت سال 2019 و ساعت 19. به عقیده اناره دانشجو، مثل نظرباев دیگر رهبر نیست. به راستی به نظر من بجز او قزاقستان را به کسی دیگر باور کرده نمی شود. تا انتخابات نوبتی که ماه اپریل سال 2020 در نظر است، حکومت قزاقستان در دست رئیس پارلمان قاسم جمعه توکایف 65 ساله میماند. کایمارسیاتو گزارش میداد. در تاجیکستان هم بعضی‌ها از تصمیم غیر انتظاری نورسултон Назарбоев تفسیر کردند و آن را یک علامت خوب نام بردند. بعضی تحلیلگران دیگر گفتند استعفای اختیاری نورسултон Назарбоев میتواند در تمام منطقه تاثیرگذار باشد و فضای سیاسی آن را تدریجاً تغییر بدهد، به شرطی که او از امتیازهای سیاسی خود دست کشد و در قدرت همبستگان و پیروان خود را نگاه ندارد. شادمان یتیم موضوع را ادامه میدهد. استعفای نورسултон Назарбоев رئیس جمهوری قزاقستان که 30 سال قدرت را در این کشوری غنی از نفت و گاز در دست داشت، در تاجیکستان هم زیاد بحث می شود. بعضی ها می گویند رئیس جمهوری دیرینه قزاقستان کاری درست کرد که از قدرت رفت. ما اندیشه داریم که نظرباев از همان سیاستمدارانی است که سیاستش بسیار متوازن بود و منبر هم این سیاست دوام خواهد کرد. بخصوص که خودش اظهارات داده است که در هیئت شورای امنیت و در بعض دیگر ساختارهای مهمی دولتی این کشور اشتراکی فعالانه خواهد داشت. با عقیده ایده دیگر از تحلیلگران تاجیک، رفتن نورسултон Назарбоев یک کار رمزی است، چون به حیث پیشوای ملت در قزاقستان در سیاست‌های کشور تأثیر زیاد خواهد داشت.
با اون معنی نیست که وی پر سر قدرت می رود، بلکه تا یک مدت معین از اون منصب هایی که از اون وظیفه هایی که دارد استفاده می کند تا اینکه این شخصی نوی که سر قدرت می بیاید از خط مشی که او کشیده است بیرون نرود. عبدالملک قادیروف همچنین میگوید استعفای نظربایف ظاهراً اقدام برای جلوگیری از مخالفت‌های احتمالی هنگام انتقال قدرت است. به قول اون نورسلطان نظربایف دیگر درک کرد که از این بیشتر در حکومت ماندن نمیتواند. مقصد از این استعفا اون است که نظربایف که 30 سالش به جای رسیده است الکی درک می کند که وی نمیتواند که یک عمر سر قدرت باشد و به خاطر آن که انتقال قدرت به یگان حادثه ناخوش به یگان تشنج در کشور رخ دهد و این اقدام را پیش گرفت. بعضی ها از کاربران شبکه‌های اجتماعی از تاجیکستان در فیسبوک نوشتند که شاید دیگر رهبران دیرینه آسیای مرکزی هم از نورسلطان نظربایف عبرت بگیرند. بعضی دیگر گفتند بسیار شادی نکنید زیرا اصلا چنین نخواهد شد. و چند ساعت پیش معلوم شد که دقیقاً نظربایف 55 ساله دختری کلونی پرزیدنت سابق قزاقستان رئیس سенات پالاتای بالایی پارلمانی کشور انتخاب شده است. بر اساس کنستیتوسیا همکنون او نفر دوم در حکومت قزاقستان است که در حالتهای ضروری رهبری کشور می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. 9 سازمان حامی حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواستند که محمدعلی ҳайит را فوراً و بی قید و شرط از زندان آزاد کند. مسئولان سازمان‌ها روز 20 مارس از جمله Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی از دیپلمات‌های مقیم دوشنبه خواستند که برای دیدار با محمدعلی ҳайит و زندانی‌های دیگر اجازه بگیرند و رهایی فوری آنها را طلب کنند. محمدعلی ҳайит یک عضو ریاست عالی حزب ممنوع نهضت اسلامی سال 2015 دستگیر و بعد 1 سال در مرافعه پس درهای بسته به حبس ابد محکوم شد. همسری ҳайит هفته گذشته گفت که شوهرش در زندان شکنجه می شود و سخت بیمار است. ولی مقامات اداره زندان ها در تاجیکستان خبر شکنجه شدن ҳайит را رد کردند. محمدعلی ҳайит 62 ساله در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه نگهداری می شود. سورینیسو جورابک و همسری ҳайит به سازمان‌های حقوق گفته است شوهرش به کمک طبی دسترسی ندارد و نگران است که در نتیجه شکنجه در زندان خواهد ففتید. می‌خواهید هر روز اخباری تازه از تاجیکستان را بخوانید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیوی آزادی. در بخش جستجو رادیوی آزادی نویسید. یافتید تگمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمینه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز گذشته شرکت مشترک توجیکی و ازبکی تالکو کرانتاس نخستین ماشین‌های تولید کرده‌اش را معرفی نمود. مقامات شرکت انتظار دارند که با افزایش بی‌سابقه ساختمان‌ها در تاجیکستان خریداران احتمالی محصولات کارخانه‌شان شرکت‌های ساختمانی داخلی خواهد بود. تالکو کرانتاس ماه سپتامبر سال 2018 به کار آغاز کرد. جزئیات را در گزارش برادی یوسفی تماشا می‌کنیم. شرکت مشترک تاجیکی و ازبکی تالکو کرانتاس با تولید ماشین‌های برکش گرانوزن و اکسکواتورها شروع کرد. 10 ماشین نخستین کارخانه روز 19 مارس در ساختمان بینای شرکت تالکو معرفی شد. تجهیزات اصلی ماشین‌ها را شرکت کرانتاس از ازبکستان وارد کرده است. چرخ‌های ماشین‌ها را شرکت تالکو کرانتاس از چین و روسیه می‌خرد. سال جاری ما تولید 100 ماشین بارکش را در نقشه داریم. همچنین امسال ما تلاش داریم که تقریباً 30 اکسکواتور را در کارخانه بند و بست کنیم.
қарордоди хариди 10 мошини талко крантас аз сӯи ширкати талко голд дар маросими муаррифии мошинҳо имзо шуд. Стоимость ориентировочно, то, что касается самосвалов, которые мы будем делать. қиматҳо мутаносибан барои мошинҳои боркаш ки мо тавлид мекунем барои як мошин ҳудуди $55,000 амрикоӣ аст ва қимати як экскаватор ба $150,000 амрикоӣ баробар мебошад. И порядка $150,000 стоит экскаватор. мақомот мегӯянд ифтитоҳи корхонаи муштараки мошинсозӣ бахше аз барномаи давлат барои саноатӣ кардани иқтисоди умдатан кишоварзии Тоҷикистон аст. رسیدن به این هدف مسئله صنعتی قانونی از جانب حکومت مهیا کرده شده است. امتیازها ما تحلیل میکنیم وابسته با اینکه استثماراتی امروز که در کارخانه تلخ برآمده شده است. مقامات تالکوکرانتاس میگویند حالا مشتری از خارج ندارند ولی امیدوارند با افزایش ساختمان‌ها در کشور خریدار ماشین‌هایشان در داخل نیز زیاد می‌شود. کارخانه نو یک طرح شرکت تالکو کارخانه عظیم استحصال آلومینی در تاجیکستان است که برای فعالیت‌های ناشفافش پیوسته تنقید می‌شود. با وجود طلب‌های زیاد برای نشر نتیجه‌های اودیت کارخانه حسابات مالی تالکو دسترس نیست و آخرین حسابات مالی آن در وبسایت تالکو 9 سال پیش و از سال 2010 است. имрӯз ҷашни калони наврӯз дар майдони марказии шаҳри норак бо ҳузури президенти Тоҷикистон баргузор шуд. дар ин чорабинӣ ҷашнӣ беш аз 10,000 нафар ҷалб гардиданд. гуфта мешавад дар барномаи фарҳангии оммавӣ асосан анъанаву русуми аҷдодии кишвар риоя мешаванд. яке аз онҳо фолгирии наврӯзист. гузоришро дар ин бора Абдулло Ашуров тақдим мекунад. یک یا دو هفته قبل از نوروز کشاورزان خطلانی در 12 ظرف نوهای دانگی را به آب تر کرده حاصل سال را فال میگیرند. ما این سال همه شو را تر میکنیم با روز امید که ما ایامی حاصل خوب به دست بیاریم. فال گرفتن در آوان نوروز که تا 20 روز در خطلان ادامه می‌یابد از رسوم است که مردم دهه چنار از نیاگان خود آموختند. تورخان سفرف حالا لوبیا و نسک را ترک کرده بعد از یک هفته با دیدن نشء و نمای آنها تصمیم میگیرد کدام از آنها را میکارد. میسنجیم سنجش میگذاریم که کدامش همین سال خوب نشء و نما میوان. اینا سمنک میگن مثال ما همین سال همین سمنک همون. قبل از شنانیدن تورخان سفرف گندم را برای سمنک ترک کرد و بعد دیدن سبزش آن تصمیم گرفت از آن در زمینهایش بکارد. در مهلت 8-9 روز انا سبزی همین قدر دمیده است. انا که امسال سالی نزد فال نیک سالی خوب آمده شده. انا که باقی گندمی که سبزیش کردگی در صحرا میره دوامش میبینیم. این گندمی رویده از همان تخمی سنجیده تورخان است و به گفت او فال گریختش نتیجه خوب داده است. وقتی 50 زدگی زمین پوشاندگی نشنوای خوب داره. معلومه که ای ما حاصل خوب به دست میاریم. اگر بهار سرد شود کشاورزان در این گونه گرمخانه ها غله‌دانه را می سنجند که آنها را در حولی هر دهقان دهه‌ای چنار می بینید. ترنمودن تخمی ها در آوان نوروز از اعتقادات مردم باشد هم یک تجربه معمولی کشاورزی است. با این وسیله کشاورزان تخمی را می سنجند تا پوچ نباشد. به تورخان نیاگانش نقل کردند. تاریخ این رسوم تا آوان ساسانی ها می رسد که قبل از هجوم اعراب در آخر عصر هفت از پادشاهان ایران بودند. بخیر روایت ها بود که در دوره ساسانی ها میگه که 12 ستونی گرد شکل می ساختن که همین رمزی 12 ماه را دارن. یک سال 12 ماه رمزی 12 ماه در همین دانگی 12 نمودی دانگی سال چی میکردن میشنوندن برای تجربه. به قبل تورخان این تجربه ده ها عصر را گذشته با وجود ترویج علوم کشاورزی هنوز هم از رعایت آن دهقان‌ها فایده میگیرند. با این مطلب بینندگان عزیز برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید که فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی را تماشا کنید. خدا نگهدارتان.